ملا امام از 5 وقت نماز میده، درس حدیث نداره. داره؟ شما بگوید داره؟ خیر چی تو قطع پیغمبر روان شد؟ ما این فاصله رو چه قسم طی کرده میتونیم؟ این فاصله رو از بین برده میتونیم؟ بیای دور نیست، حالی هم سری وقت است، برای ما سری وقت است. اگر ما واقعا با حدیث پیغمبر برگردیم، علمای جید در مساجد خود امام بگیریم، از پیشش مطالبه درس قرآن و حدیث بکنیم، بالکل ما باز قطعی قرآن و حدیث رابطه ما تقویت پیدا میکنه، وابسته میشه، همه گپای ما موافق حدیث است و در روز قیامت بازی افسوس بر ما نمیاد. چرا که ما قطع حدیث پیغمبر قدم گذاشتیم. یا ویلتا، ای هلاکتی ما، لیتنی کاشکی لم اتخذ فلانا خلیلا. رای پیغمبر را ترک کردی، بری خود همراه دیگر را پیدا کردی. فلانی را من بری خود دوست نمی گرفتم. کسی که مرا پودری ساخت، کسی که مرا دعوت داد در لیسه مریم، کسی که مرا دعوت داد در سینما، کسی که مرا دعوت داد در بانک سودی، کسی که مرا در مجلس قمار دعوت داد، کسی که مرا برای احیا زنده کردن بدعت‌ها دعوت داد، او را قطعی خود دوست نمی گرفتم. رای پیغمبر را انتخاب میکردم، همراه پیغمبر روان میشدم. کی را پیدا بکنیم؟ چه کسی را پیدا بکنیم که قطعش همراهی بکنیم، که یقینا در زندگی تو همراهی و صحبت از او تاثیرگذار باشه و یقینا زندگی تو زندگی جور شود که تو اظهار خوشی از زندگیت بکنی. همینطور نفر پیدا بکنیم، پشتش بگردیم، ایدینا صراط المستقیم میگیم، صراط الذین انعمت علیهم. بخیر در ترجمه میاد که کدام گروپ و کدام گروه را انتخاب بکنیم، خطش همراهی بکنیم، قدم بزنیم. لقد اضلنی عن الذکر، این دوست خو مرا بسیار بدراهی را نشان داد، خیلی زیاد مرا تباه و برباد کرده، در هلاکت رسانده. خو لیکن بزرگترین تباهی را که برای من رسانده یک تباهی است. و کدام تباهی است که سرچشمه کلی تباهی هاست؟ لقد اضلنی عن الذکر، مرا از قرآن چی کرد؟ گمراه ساخت. نعوذ بالله. بعد اذ جاءنی، پس از اینکه قرآن برام آمده بود. و کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان تلاش داره که رسوا بسازه، ذلیل بسازه، تلاش از اون نمیسته. ما اینطور کسی را دوست گرفتم که او مرا از قرآن منع کرد. ذکر اینجا قرآن کریم است. خب گوشتان آواز کنید. از قرآن کریم کی مرا منع کرد؟ کافرها بدبخت، استعمار امروزی و دشمنای دین آنقدر مهارت دارن، آنقدر هوشیار هستند که بنگی بر الله ما را نمیگه که از قرآن منع شوید. نه، قرآن کریم را خیلی خوب با دیزاین خیلی زیبا چاپ کرده بر ما روان میکنه. خب کدام طریق ما را از این قرآن میگردانه؟ امروز یک شبکه نیست، شبکه تلویزیونی، شبکه اینترنتی، شبکه موبایل، کل شبکه های هستند که ما را از قرآن چی کرده؟ بگه گردانیده. راستی تا نبگه مصروف نیستی؟ در موبایل مصروف نیستی؟ مرا مصروف ساخته موبایل، مرا مصروف ساخته. دیگر خب بگذار. تلویزیون ما را مصروف نساخته، اینترنت ما را مصروف نساخته. این دسیسه های استعمار است که آمده رایسته و ما را از این کتاب الله ناشنا ساخته. یکی خود کافر که کافر است مستقیما ما را از قرآن منع نکرده. خود در معاشره مسلمانایتان ملا صاحب و پیر صاحب پیدا شده تو را از قرآن منع میکنه. است یا نیست؟ بگوی. دیروز یکی از برادرها برای من زنگ زده، میگه مولوی صاحب تو در کلمات خود خبیث استعمال کردی در مورد عالم، خبیث استعمال کردی، تو خودی در عالم نیستی، چرا همی گپ میزنی؟ ما گفتم ما عالم واقعی را نگفتم خبیث، ما کس خبیث میگم که مانع قرآن میشه صراحتا. نفر روان از طرف ترجمه و از دستش میگیره میگه دور بخو که تو را گمراه میکنه. کافر مستقیما منع نکرده، کافر وسایل و اسبابی را پیدا کرده که باعث شده که تو قرآن مطالعه نکنی، با قرآن رابطه پیدا نکنی. دیگه اسباب و وسایل خب مستقیم منع نکرده، لیکن خدا که عالم میگه و پیر میگه ای از دستی همی کسی که در ترجمه روان است گرفته پس دور داده شد. بس صدها واقعات من خودم ثبت دارم که اینمی قسم کسا پیدا شده و دور داده. اینطور کس خبیث میباشه نمی باشه؟ او را چی میکنی؟ کسی که مطلق حکم الله را پنهان میکنه، حق نمیگه،
او را الله میگه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. خباثت خیلی بد است یا لعنت؟ لعنت الله خیلی بزرگ است. کسی که حقایق میپوشانه او را الله لعنت گفته، او را ملعون گفته. ما گفتم به این خاطر ما گفته، اما کسی که واقعا تو نعمت بزرگ الله برش رسیده، خو مردم از تاریکی نگاه کرد به خاطری که حقایق نشناسه. پاچایی خود سرش بکنه، مردم به خود غلام بسازه، بنده بسازه. الله را یاد نکنه، ای را یاد کنه. در عبادت خود، در ذکر خود چهره از این را در ذهن خود بگیره. شما بگویی که چطور حال است. دعوت به سوی الله نمیده، میگه فلانی ذکر بکو، خود چهره مرا در ذهنت بگی. الله را در ذهنت نگی، چهره مرا در ذهنت بگی. بگوی شما اینطور آدم چطور آدم است؟ کافر منع نمیکنه. خب قرآن اینجا میگه او دوستی که انسان تباه کرده، او دوستی است که از قرآن تو را منع کرده. لقد ضلنی عن الذکر، مرا گمراه کرد از ذکر از قرآن بعد از جاءنی، پس از اینکه قرآن بر ما آمده بود. چقدر نیکبختی است. هیچ خلل در زندگی تان واقع نمیشه ان شاء الله. تو در درس قرآن شریف 3 ساعت اینجا سپری میکنی. دکانداری تام میتونی، در مکتب تام رفته میتونی، در دفتری کاری تام رفته میتونی. خب 3 ساعتی تا به قرآن کریم میری. خب ازمیم تو را منع کرده. لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی، پس از اینکه برای ما آمده بود قرآن. چه موقع خیلی طلایی برای من میسر شده بود، فرصت طلایی. لیکن چطور؟ و کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان نمیمونه که در درجه بالا برسه، سعادت و نیکبختی داد شوه. وسوسه های گوناگون میکنه، برات پیش میکنه این قرآن اینقدر کی میتونه کیره ما مطالبش یاد کنه، خیلی وقت کار داره. دیگهش میگه قرآن بسیار سخت کتاب است، کی میتونیم کیره یاد گرفته بتانیم. سوم وسوسه برات میگه نشوه که همونجا در درس قرآن میریم ما را دیگه طرف چپه کنه. خودش هم میگه در درسی کی میریم؟ بگه در درسی کی میریم؟ در درس قرآن میریم. خب لیکن ما چی نشویم؟ بگه دیگه طرف چپه نشویم. عجیب نیست؟ الله اکبر. خودش میگه که در درس قرآن بریم. ایره میگه وسوسه های شیطانی. امسوبکی شما هم که حرکت میکرده، یک دفعه شیطان براتون گفت او در این صوبکی کی میخیزه، این در شارینه برو اونجا در ترجمه قرآنی کریم. خیلی خسته و مانده و زلستی، خوابیتان پر نیست، باز پسان کارید ناقص میشه، باز خو سرت میه، یک چند دقیقه خو کن. خب ما براتون میگم یک صوبکی به ترجمه قرآن بیا، یک صوبکی خواب بکنه. بعد از او روز شما هر دو روز با هم مقایسه بکنه که نشاط و تازگی و صحت در کدام روز براتون است. در اون روزی که خواب کردی یا در ترجمه قرآن آمدی نشست. این را باید تجربه کنی. خود شیطان خبیث اینمی قسم ما شما را وسوسه میکنه. وسوسه های دیگر والا این کاری ملا هستم، ما را در ترجمه قرآن جامی آدم هستم، الف ب را یاد ندارم، ترجمه قرآن چی کنم؟ خود شما در 1 ساعت که همینجا نشسته چقدر مطالب در ذهن خود گرفتی بالا کردی ان شاء الله. اما کسی که الف هم یاد نداشته باشه بهره از قرآن میگیره یا نمیگیره؟ این تصدیق از شما میگیرم که بله فایده میگیره یا نمیگیره؟ میگیره، فایده میگیره. این درس قرآن است. هیچ کسا کتاب انزلناه مبارک، این کتاب الله میگه من نازل کردم مبارک است. مبارک چی معنی؟ خیری کثیر داره. کی هست که با این کتاب رابطه کنه و خیری کثیر نورداره؟ خیر نورداره. این کتاب است. خود شیطان وسوسه کرده رایسته. قرآن میگه برای ما، الله تبارک و تعالی برای ما میگه که شیطان برای انسان ذلیل میکنه، انسان خوار میسازه، نمیگذاره تا که تو نیکبخت شوی. و تعالی از مهربانی خود ما را در دنیا خبر داده که ای مؤمنا، ای بندگان ما، در زیر شکایت پیغمبر خدا برابر نکنید. روزی که پیغمبر شکایت کنه و قال الرسول، پیغمبر میگه یا ربی، ای پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن، قوم ما گرفته ای قرآن کریمه هذا القرآن مهجورا، ترک کرده شد. قوم ما این کتاب الله تبارک و تعالی را ترک کرده. این کتاب سرمایه است برای ازیا، برنامه هدایت است برای ازیا، ذریعه سعادت و نیکبختیشان است برای ازیا. یا را آگاه میکنه از او روزهای هولناک،
از اون روزهای هیبتناک، از اون روزهایی که یک عذاب الله هست، یار خبر میده خویا کتاب الله را ترک کرده. پیغمبر شکایت میکنه، الله بکنه که ما و شما در زیر شکایت پیغمبر نرویم. یکی از عوامل شروع کردن ترجمه قرآن کریم ما این نیست که ما در زیر سخن پیغمبر نبیم، از اون جمله نباشیم که قرآن ترک کرده باشیم کلی عمر، قرآن محجور شده باشه. ابن کثیر رحمه الله ترک کردن قرآن کریم از صورتایش بیان میکنه. ایمان و نه عقیده کردن به قرآن ترک قرآن است. یک. دوم، قرآن کریم نعوذ بالله عمل نکردن ترک قرآن است. ما خو الحمدلله عقیده داریم به کتاب الله تبارک و تعالی، ولی در صورت دوم خود ملامت میدانیم که ما با کتاب الله عمل نکردیم. آیا در این شکایت پیغمبر برابر نمیشیم؟ یا از جمله صورتهای هجران است. سوم صورت میگه هجران یا ترک کردن قرآن کریم را میگه که حتی با کتابای دیگه غیر از قرآن زیاد مشغول و مصروف میشی و قرآن را ترک میکنی. ما کتابای دیگه را بگذار، نعوذ بالله با گناه ها مصروف هستیم، مشغول هستیم کلی رو عمر، شب و روز ما در معصیت دیر میشه. این ترک قرآن نیست. ابن کثیر رحمه الله میگه که بر علیه قرآن کتاب دیگر اگر زیاد مطالعه میکنی، زیاد او را میبینی، زیاد تعلقیت است، یا ترک قرآن کریم است. ما می خاطر میگیم اما دینداری ما کتاب فقه را میخوانه عالی، کلی عمرش در فقه تیر میشه، با قرآن سر و کاری نداره. ما میگیم که بیا در پهلوی فقه کتاب الله را بخوانی، تفسیرم مطالعه بکنی که عقیده ما درست شود. فقه خو بخش عملی ما را بیان میکنه، اما عقیده را بیان نمیکنه. بیا که عقیده ما درست شود. مردم ما را میگه که یا دشمنای فقه است، دشمنای ائمه مجتهدین است. به الله قسم ما دشمن نیستیم ان شاء الله. و محبوبیتی که اما ائمه مجتهدین در قلب ما داره، ان شاء الله در قلب تو نیست. خو لیکن کتاب الله را مترک کردن بکار نیست. در کل عمر مردم بر ما میگه یک شما ملاستی، ما نمیگیم که ما ملاستیم. خو شما را سوال میکنم آیا درس قرآن در وطنتان بود؟ در کدام جای درس قرآن موجود بود که یک چند نفر مسلمان در مو حلقه بشینه؟ خب موجود نبود. دعوت ما است که بیا کتاب الله را محجور نکنیم، بیا با کتاب الله رابطه پیدا کنیم. اگر دیگه اوقات نمیشه، یقینا بندگان خیلی ناقص هستیم. امی ماه مبارک رمضان ماه قرآن است، امیرم یک ساعتی خود خود قرآن بدیم. اگر کلی عمر خود تیر کردیم به خاطر تعمیر دنیای خود، بیا برای تعمیر آخرت خود یک ساعت خوب بدیم. نشویم در این شکایت پیغمبر برابر نشویم. ما در جمله شکایت پیغمبر نبیاییم. الله تبارک و تعالی میگه و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا. بلی موضوع جدید نیست، در تاریخ اینمی قسم حالات تیر شده. کتابای الله پشت سر انداخته شده. در می سوره بقره بخیر بر ما و شما میآید که کتاب الله را یهود الله بیان میکنه که چه عظمت و حکومت برش داده بود، کتاب هدایت برش روان کرده بود، لیکن وا چی کردن؟ کتاب الله را پشت سر انداختن. فنبذوه وراء ظهورهم، انداختن کتاب الله را پشت سر. اینطور نه که نعوذ بالله کتاب الله را اینطور قلات کرده باشه در پشت سر انداخته باشه. مانا در انواری و در تاق گذاشتن، با کتاب الله دیگه سر و کار نکردن، آرا و نظریات خود دین جور کردن. امروز نیست همونطور، امروز همون قسم حالت است. آرا و نظریات دین است، کتاب الله را کس سوال نمیکنه. الله میگه نمی قسم مگردانیدیم برای هر پیغمبر عدو و دشمنا من المجرمین، از اون مردمایی که سخت گناهگار و تباهکار است. اون مردم ها را دشمن گردانیدیم و تلاش میکنه که با کتاب الله قطعا مردم فاصله بگیره، دور شوه. دانشمند بزرگ امی دنیای حاضر ما، دنیای غرب و کافر ما، در پارلمان اعلان نمیکنه. وزیر بزرگشان میگه که تا وقت دو چیز در بین مسلمان ها باشه ما و شما کامیاب نمیشیم. کدام چیز در بین مسلمان ها باشه؟ یکی کتاب الله تبارک و تعالی و دوم چیست؟ احادیث پیغمبر.
دوم یعنی وقتی که از این کتاب الله بهره میگیره ما نمیتونیم که کامیاب شیم. این قرآن بزرگترین اسلحه مسلمان است تا که یار از دستش نگیریم به هیچ وجه کامیاب نمیشیم. هر قدر نیرو داشته باشیم، هر قدر اسلحه مدرن و پیشرفته داشته باشیم. خب شما اگر میتونه که سری معاشره و جامعه مسلمان ها کامیابی حاصل کنه، قرآن از دستشان بگیرید دور کنه. و امروز گرفته واقعا دور کرده. قسم بدی به جامعه مسلمان ها، به هر کدامی ما که در خانه ما روزمره صبحکی بعد از نماز خوانده میشه یا نه؟ تلاوت قرآن میشه یا نه؟ یا اول تعلق ما با کدام چیز است؟ بگوی شما. الله دشمنا را گردانیده. بیایی که ما همین قرآن کریم باز آشنایی پیدا کنیم، مردم خود دعوت بدیم که بیایی این کتاب الله برای ما آمده. و کفا بربک هادیا و نصیرا. کافیست پروردگار تو از روی هدایت. اگر الله کسی را هدایت بکنه گپی جداست، و امداد میکنه کسی را که الله نصرت بکنه، خو الله نصرت خود موقوف به این کرده که عمل به قرآن شود. اگر عمل به قرآن نباشه الله هدایت نمیکنه، نصرت نمیکنه. ما تلاش بکنیم، انابت پیدا کنیم، خود عاجز بدانیم به قرآن، محتاج به قرآن بدانیم که الله بر ما هدایت کنه. ولی وقتی که ما مستغنی خود میگیریم، میگیم نه دین ما پوره است، چیزی که یاد داریم به قرآن ضرورت نداریم. ریش سفیدای ما در مساجد میگه میزنه میگه ما به ترجمه قرآن ضرورت نداریم، چیزی که از بابا و اجدادی ما باقی مونده امور ما پیش میبریم، دیگه ضرورت نداریم. باعث بالای ترجمه قرآن کریم نمیسته که روزی نعوذ بالله در شکایت پیغمبر برابر نشویم و ما یک کمی رابطه با کتاب الله پیدا بکنیم و بدانیم که یقینا کتاب الله تبارک و تعالی چیست، چی برای ما میگه. دوم باعث بالای ترجمه قرآن کریم و چه عامل است که ما قرآن کریم ترجمه میکنیم، مردم دعوت میدیم. چه عامل است برای ما ادای مسئولیت خود میکنیم. آیت براتون خواندم، الله که کدام چیز واضح ساخته بیان کرده و ما او حامل از او شدیم، فرا گرفتیم. این باعث بالا عزیز که ما ادای مسئولیت بکنیم پیش الله تبارک و تعالی، مسئول نباشیم. نشوه که لعنت الله نه کل مخلوقات، هر چیزی که صلاحیت لعنت داشته باشه او سر ما بیا، نعوذ بالله. چرا حقایق به مردم بیان نشود؟ چیزی که قرآن بیان کرده به مردم ما بیان کنیم، این مسئولیتی ماست. از همون خاطر الحمدلله در روزی که ما اونجا ترجمه قرآن کریم در پاکستان میکردم، امی آرمان در دلم آمده بود که یا الله اینطور ساعتی باشه که ما در وطن خود کتاب الله تبارک و تعالی را به مردم خود بگویم و ادای مسئولیت بکنم. الحمدلله احسان الله سر ما شده، زیاد احسان کرده که ما بعد از فراغت خود سالی نداریم که ترجمه قرآن نداشته باشم. الحمدلله. و این را ما از یک طرف احسان الله میدانم، از طرف دیگه ادای مسئولیت خود میکنم. ما سر کسی احسان نمیگذاریم، منت نمیگذاریم که برادران ما برای شما ترجمه قرآن میکنیم. ما ادای مسئولیت میکنیم که الله از ما سوال نکنه. این کتاب عظیم الله لا اقل کمترین علم برای تو حاصل شده بود، امور به مردم رساند یا نه؟ پیغمبر علیه السلام میگه بلغوا عنی ولو آیه، از ما برسانی اگر چی یک آیت باشه. ما ادای مسئولیت بکنیم. این باعث ترجمه قرآن کریم ماست. برادرای گرامی و خواهران محترم، یقینا شما این لحظاتتان بسیار قیمتی لحظات بدانید. در عمرتان من خو میگم که خوشبخترین لحظات عمرتان، نیکبخترین لحظات عمرتان همین لحظات است. و من نمیگم ایرا از زبان مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم براتان میگم. عقبه ابن عامر رضی الله عنه یک صحابی است. ما قبل از رمضان در جمعه در این مورد به خاطر از اینکه مردم دعوت به سوی قرآن بدیم در جمعه امی گپا را گفتیم. عقبه ابن عامر رضی الله عنه میفرما خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم، برآمد پیغمبر علیه الصلاة و السلام یک روز بالای ما و نحن فی الصفه، ما در امون جای نشسته بودیم برنده مسجد نبوی. صفه امون جایی بود که در اونجا یک تعداد از صحابه کرام همیشه نشسته بودند. گاهی تعدادشان در 40، گاهی در 200 میرسید. خب تنها طالب العلم نبودند، در روز آواز جهاد در سنگر بودند، در روز دعوت در بازار دعوت میدادند، در روز درس در حلقه درس بودند، در روزی که کمک برای یک مسلمان میشد باز اونجا در مجلس مسلمان ها حاضر بود. الله تبارک و تعالی و صفات را نصیب ما بکنه. و میگه که ما در صفه بودیم
که پیغمبر علیه السلام برآمد بالای ما، فقال گفت ایکم یحب، کدام شما دوست داره ان یغدو کل یوم، که صبحکی هر روز بروه الی بطحان او الی العقیق، یا در مقام بطحان بره یا در مقام عقیق بره. دو جای است که در اونجا مواشی و حیوانات فروخته میشد، آورده میشد، به اصطلاح امروزی ما نقاش. کی است که در اونجا بروه؟ هر صبحکی بروه در اونجا، خود چی بیاره؟ فیأتی منه، از امون مقام، از امون جای بیاره امرای خود، بناقتین کوماوین، با دو شتری که بوکای کلان کلان داشته باشه، او را بری خود بیاره، قطی خود بیاره، فی غیر اسمن، که نه در گناه واقع شده باشه، ولا قطیعت رحم، و نه به قطع شدن رحم باشه. یعنی همین دو شتر به دزدی، به غصب، به این گپا نشده باشه، و نه نعوذ بالله صله رحمی را قطع کرده باشه، یکی نعوذ بالله به دروغ، درم، یا ایست که تجاوز حق دیگران را بری خود گرفته باشه، این گپا را نکرده باشه. کدامتان؟ فقلنا یا رسول الله، صحابی میگه عقبه ابن عامر رضی الله عنه که ما با پیغمبر علیه السلام گفتیم که کلنا نحب، تمامی ما این را دوست داره یا رسول الله. ذالک قال، پیغمبر علیه السلام برشان گفت افلا یغدو احدکم، آیا هر صبح نمیره یکی از شما الی المسجد، بسوی مسجد، فیعلم آمده که یاد بگیره، بدانه، او یقرأ، یا بخونه آیتین، دو آیت قرآن کریم من کتاب الله، از کتاب الله تبارک و تعالی، از کتاب الله عز و جل. میگه کسی که میره در مسجد و دو آیت میخونه یا دو آیت تعلیم میکنه، پیغمبر علیه السلام میگه خیر له، امی دو آیت تلاوتش یا فرا گرفتنش برای ازو بهتر است من ناقتین، از دو شتر کده، و ثلاث، سی آیت خواندن و تعلیمش خیر له من چیستا ثلاث، سی آیت بهتر از سی شتری که بوکای کلان داشته باشه برش بهتر است. و اربع خیر له من اربع، چهار از چهار، یعنی چهار آیت تلاوت میکنه، از چهار شتر کده بهتر است. و من اعدادهن، و از شماری من الابل، از شماری امی شترا، امو دو آیت که قرائت کرده و یاد گرفته، امی بهتر است. این لحظه ما چقدر قیمتی است. پیغمبر علیه السلام به خاطر از اینکه در ذهن ما بشانه، امر معقوله میگیره، محسوس میسازه برای ما، به خاطر که خوب بدانیم حقیقت امره. برای ما میگه که کدام یکی شما خوش داره که هر روز دو دانه شتری که بوکای کلان داشته باشه ایره به دست بیاره. شتر چه حیثیت داره در عرب؟ بزرگترین چیز در زمانی که عربا زندگی میکرد، مهمترین و افضلترین چیز شتر بود. چرا؟ شتر، هر کسی که شتر داشت کلی زندگی داشت. چرا؟ وسیله حمل و نقل بود. شیر از پیشش میخورد، پشم از پیشش میگرفت، بار سرش میبرد، و سر چیزی کم خیلی قناعت میکنه، خاره میخوره، لیکن خرواری باره میبره. دو دشت و بیابان و سوزان عربستان، نه اونجا موتر داکسن کار میکنه، نه کدام موتر دیگه، ریگستانیسته، تباهای مختلف داره، طولانیسته، هیچ چیز در اونجا کارگر نیست و جز از کی؟ شتر. یک خصوصیتش براتون میگم، باز الله تبارک و تعالی رحم بکنه که ما و شما یقینا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا نمیبینه این بنده های ما به سوی شتر که چه قسم الله ساختمانی از این را پیدا کرده، چه ساختمانی الله برش داده. بزرگترین حیوانی که یک هفته و 10 روز آب نخوره و گزاره کنه کدام حیوان است؟ شتر است. دو دشت و بیابانی که من گفتم که موتر حرکت نمیتونه، اونجا ماسبادی است، مثل دشتای فراواره، ریگ باد میشه، موتر گم میشه در ریگ، خاکبات است، هر چیز است. الله تبارک و تعالی با شتر اینطور چشم داده، اینطور پلکای قوی داده که مکمل چی میکنه؟ بگه حفاظت از غبار و گرد میکنه و دمو دشت و بیابان سفر کده رایسته. دمو یک ماسه هست، یک دم ریگ است. الله تبارک و تعالی با شتر اینطور سپلی نرم داده که در هر جای میخوره، جای به جای، نمیلخشه، نه هیچ چیز نمیشه و خارم میخوره. شما بگوید همه چیزش قابل استفاده، از شیر و موی و همه گوشتش قابل استفاده. شما بگوید
شطور او وقت برابر تیاری وقت است. ما هر روز میدویم به خاطر از اینکه 100 روپه فایده بکنیم. آیا اگر ما یک آیت بخوانیم یک شطور، بلکه پیغمبر علیه السلام میگه از مجموعات تعداد شطورا که در قرائت 2 آیت و تعلیم 2 آیت بهتر است. این از زبان کیست؟ از زبان مبارک محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است.